ادامه اخبار. با سبب برفریزی شدید از دیروز حرکت همه واسطه‌های نقلیات از کیلومتر 47 به سمت شهر خوجند و از کیلومتر 81 از حدود ناحیه عینی به جانب شهر دوشنبه موقتا بازداشته شد. با وجود خفیف فرآمدن ترما، تکنیک‌های پر اقتدار فیلیال شرکت سهامی اینوویتیو رول سولوشنز LTD در این شهر مشغول کار بوده. تلاش می‌نمایند تا حرکت منتظم واسطه‌های نقلیاتی را تامین نمایند. گزارش همکاران ما. روز 20 ینوری سال روان بنابر زیاد گردیدن خوف ترمافرایی طبق طلبات فرمایش یکجایی وزارت‌های کارهای داخلی و نقلیات مملکت حرکت همه واسطه‌های نقلیات از کیلومتر 47 به سمت خوجند و از کیلومتر 81 حدود ناحیه عینی به جانب شهر دوشنبه موقتا بازداشته شد. اما صرف نظر از برفریزی شدید و ترمافرایی راه تا به کیلومتر 62 پر تازه کرده شده است. طور تاکید گردید منطقه آسیب پذیر کیلومترهای 62-73 محسوب می شوند که در آنجا نیز تکنیک‌های پر اقتدار فیلیال شرکت سهامی اینوویتیو رول سولوشنز LTD در جمهوری تاجیکستان فعالیت دارند. مسئولان شرکت میگویند مشکل اساسی در همین دو قطعه است. حرکت در دیگر قسمت‌های راه امکان پذیر است و کارمندان شرکت سعی دارند که راه در این روزهای پربرف هم پاک و حرکت واسطه‌های نقلیات تامین کرده شود. باید ذکر کرد که مشکل اساسی در قلعه ورزا به عمل آمده خوف ترمافرایی و برفریزی شدید در اینجا خیلی زیاد است. کارمندان فیلیال شرکت از صبح بروقت به پاککاری راه شروع کردند و کارکرد راه با ماده‌های ضد لغزش ادامه دارد. بعد از برطرف شدن ترماها و خوف ترمافرایی در این موضع به حرکت واسطه‌های نقلیات اجازه داده می شود، ولی در منطقه‌های زرافشان و سوخت راه از برف تازه و با مواد ضد لغزش کارکرد شده در این منطقه‌ها حرکت واسطه‌های نقلیات تامین است. در بعضی از قطعه‌ها برف زیاد است و صبح 20 ینور از نیم متر هم زیاد شده تا به 75 سانتی متر می رسید. مسئولین از رانندگان دعوت به عمل می آورند که قرار شرکت را درک کنند، زیرا محدود کردن حرکت به امنیت خود آنها ربط دارد.